به نام خداوند جان و خرد. احتیاط در نطفه. وقتی که نطفه در پشت پدر است و بعد از آن در رحم مادر می‌گذرد، پدر و مادر گفته های زیرین را باید رعایت نمایند. پدر اول در لقمه خود احتیاط کند تا نطفه‌ای که حاصل می شود و فرزندی که پیدا می شود حلال زاده آید. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقمه خود را پاک دارید، زیرا فرزندان شما از اثر لقمه های شما اند. در وقتی که فرزند در رحم مادر باشد، باید مادر او را از حرام و شبهه پرهیز فرمایند تا ثمره آن در نفس فرزند ظاهر گردد. گویند که اراده حق تعالی می شود برای موجود کردن وجوده. خداوند تعالی دل مرد را به جماع یعنی همخوابگی کردن مقید می گرداند. چون آب پدر از پشت و آب مادر از سینه بیرون می آید، آنجا که از این دو آب جمع شود بعد 40 روز به خون تبدیل می شود و بعد از 40 روز آن گوشت بسته می شود و بعد از 40 روز دیگر حق سبحانه و تعالی در آن گوشت استخوان می آفرد و صورت می بندد و رزق و اجل و سعادت و شقاوت او را فرشته می نویسد. بعد از 4 ماه در آن شکل جان یعنی روح در قلابه او به امر پروردگار می درآید. پس از راه ناف خون روزی وی می گردد، یعنی به واسطه خون غذای لازمه را آن کودک به خود می گیرد. اگر همه طبیبان جمع شوند، هیچ کودکی را از شکم مادر نتوانند بیرون آورد، چنانکه راه بیرون آمدن آدمی را خداوند جهان آسان گردانیده است. گویند که چون کودک در شکم مادر است و وقت زادن او فرا می رسد، آن کودک مناجات می کند که خداوندا مرا از این مقام خوش بیرون مکن. فرمان در رسد که از برای پروردن تو خدمتگاران نیکو آفریدند، خاطر خود را خوش دار و بیرون آی. در حقیقت پدر و مادر برای فرزند بهترین خدمتگارند. ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرده از آدم بنده را. چو پاک آفریدت به هوش باش و پاک، که ننگ از ناپاک رفتن به خواب. چو در ابتدا بودی آب منی، اگر مردی از سر بدر کن منی.